نه خیلی ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. من پدرمو نمیتونم ول کنم. پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی؟ من که میفهمم اون پدرمه. من الان تکلیفم چی میشه آقا؟ هیچی. بفهم سر زندگیتون. خداحافظ. بفهم سر زندگیتون. برای نگهداری پدرم مهم مزاحمتون بشیم که چی کار داره میکنه؟ چیه؟ بابا داشت میمرد من رسیدم. سلام. میگه بیا برو بیا برو. دفعه یه زن حامله رو اینطوری از خونش میندازه. من نمیدونستم حامله. چی کارش کردی مگه؟ اجازه بدید من بهتون یک توضیح بدم. زن من کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. حالشو ندارم. تو دروغ گفتی؟ شوهرت بگو یه کاری نکنم. دیوونه‌شم خودم بدبخت کنم. اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه‌تو کشتی؟ دیگه چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج. اتهامت قتله. مگه تو نگفتی جدی نیست؟ جدی شد. درست حسابی اصلا میکنم چی شده؟ زن من کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده.